یادم داد 4 مولوی داشتیم میرفتیم، تازه سال اول دوم طلبگی بود، یا آمیز احمدی بود بهش میگفتن آمیز احمد چلویی. این تو کوچه مسجد جمعه مطعم داشت، از اولیا بود. آمیز احمد شاید آقای جبری، شاید مرشد احمد میگفتن. یه پسرم داشت حیدر آقا، اونم فوت کرد. این به ما رسید، پالتو بلند تنش بود و محاسب از ما پرسید درس برای چی میخونید؟ ما جوان بودیم دیگه، 20 سال 19 سالمون بود. آشامل تحریری فرمودن خب درس میخونیم که مولا بشیم، با سواد بشیم، عالم بشیم. نه همچنین کرد. آشامل تحریری پرسید پس چی؟ پس درس رو چی بخونیم؟ آدم شم. گفت درس بخونیم، بگین درس میخوام بخونم آدم شم. لذا سابقه استاد اخلاق هم داشتن. در حاشیه درسشون یه استاد اخلاق بود، در نجف بوده، در قم هم ما رفتیم، حاج حسین فاطمی بود. ما شبا جمعه عاشق حاج حسین فاطمی بود، صاحب کتاب جامع الدرر و ریش حنای قرمز داشت. 50 سال ما فیضیه تا نمازمون پشت سر آسمان‌های خونساری میخوندیم، بریم تکیه حاج حسن تا درس اخلاق حاج حسین فاطمی. بعد میگفت پوزه به خاک بمالین، علم حجاب اکبره، علم پدر آدمو در میاره. اگه در کنار علم شما استاد اخلاق داشته باشید که شما رو بسازه، وافوریا میرن خودشونو میسازن، یه بس وافور میکشن نهشه بشن. اگه آخوندم بره خودشو بساز، صبح که اخونه بیرون میاد بگن کجا میریم؟ میگم ما خدمت آیت الله مدرسی خودمو بسازم. آقا یه حدیث قبل از درس میفرمایند من خودمو بسازم. اگه این باشه فبها و الا نبها، یه پیرمردی من گفت ما یه دندون دارم میخوام بکشم. دندونم هیچ تو دهنش نبود، میخواست با من شوخی کنه. 20 سال عاشق یوسف کردستانی که سالها منزل آیت الله اسدالله شیرازی بود، شما دیده بودین در نجف. منزل آسابی جز رؤسا بود. بله این منزل ما روضه آمد بود. من صدا کرد آقا من یه دندون دارم میخوام بکشم. من فهمیدم این چی میخواد بگه، شوخی میخواد با من بکنه. گفتم دندون طمع تو. خندید. گفتم من الان سراغ ندارم، قدیما بود. عاشق من رسول زاهد میکشید، دردم نداشت. عاشق موسی زاهدم میکشید. عاشق خیبال گلپایگانی مشهدم میکشید. بعد از نمازش مریض خونه بود، دور برای جانمازش یکی میگفت قلبم دست میذاشت یه آیه قرآن میخوند، خوب میشد. عصا دستش بود، گفت پام در الان اگه عاشق خیبال بود دست به پا آقا میکشید آنن خوب میشد. این آخریه شاگردم گرفته بود، 90 سالش بود، حلبی ساز بود، اونم همینطور. علمدار تو محل ما برعکس بود، حمد که میخوند بارو سر مریض هنوز به ولدزالین نرسیده جنازه رو میبردن. آره گفت من بردن، گفتن علمدار حسینیه، اگر حمد بخون ناظم خیاطو دندونش کلید شده بود. گفت منو بردن. گفت هنوز به ولدزالین نرسیده، گفتن مجلس فلا تابوت بیاره جنازه رو بردن. بله بعضی از این وری هن، بعضی هم مثل عاشق خیبالا. عاشق عباس قمی فرموده بودن، ناینی مرحوم ناینی پادر گرفته بود، عاشق عباس قمی فرموده بودن که عاشق منو دعا کن، من پام درد میکنه. عاشق عباس فرمودن که من یقین ندارم که با این زبانم گناه نکرده باشم، ولی با این دستم با آثار اهل بیت کتاب نوشتم. بیا جلو. دستش میاره میواله به پای مرحوم ناینی. ما از این ملاها داشتیم، باید اینا رو گفت. اقلا قدیم حرف بود و عمل. حالا حرف دور بعد از ما این حرفام نیست، اینم یادگاری داشته باشید. قدیم چی بود؟ عاشق عباس بود و حرف بود و عمل. حالا من این حرفا رو میزنم.